عاملی که باقی بمونه و جزو استراتژی کنونی من هست این هستش که جامعه میگه ما امید باید داشته باشیم. میگم امید رو فراتر از امید باید الان نگاه کنیم. دیگه مسئله امید داشتن نیست، مسئله باور داشتنی که قابل انجام هست. به محضی که ما این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته. آیا هراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن؟ اون دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسوری داشته باشن به مراتب بیشتره. خیلی اوضاع خوب داره پیش میره. ملت ما در آستانه یک رهایی تحلیلا عرض میکنه. ایران در آستانه یک پیچ تاریخی قرار داره. پیچ تاریخی به معنی واقعیش. پیچ تاریخی آقای خامنه‌ای محقق شد. همین چیزیست که الان میبینیم. پیچ تاریخی واقعی اون چیزیست که ما داریم از جمهوری اسلامی عبور میکنیم. ما داریم به سمت یک حکومت دموکرات و سکولار داریم میریم، به سمت یک ایران آزاد و آباد داریم میریم. تحلیل من از اوضاع و شرایط اینه و عرضم به حضور شما که هیچ این ضمن این که مسئله عبور سخت میدونم، دشوار میدونم، هوشیاری باید باشه، همه اینا سر جای خودش، اما به هیچ وجه اینها نباید باعث وحشت بشه، باعث ترس مردم از این عبور بشه، باعث عرضم به حضور شما که عقب نشینی باشه. این مسیر باید مردم، این مسیر عبور باید دنبال کنن. اینه که دیدم یه باور صحبت میکنیم که این باوره موجوده، حالا تحققش میشه مرحله بعد. اصلا این باور هست که من بتونم تو این عالم پا بگذارم، تو عالم خواستن. خود این باوره بنیاد معصومیته. یعنی وقتی من میخوام رویا ببافم، من سری رویا تو خونه اول یتیم نمی کنم. میتونم رویا رو ببافم. تو بافتن رویا در جا یا به ترمز نمیافتم. من میتونم وقتی ذهنم میخواد رویا ببافه اجازه بهش بدم رویا ببافه. این معصومیت. و وقتی رویا بافت میتونم یه 10 دقیقه با این رویا باشم. این اسمش معصومیت. من میتونم به ذهنم بگم سنگ انداختن بهش شروع نکن، دارم رویا میبافم، هنوز که نمیخوام خرجیم بکنم که فعلا دارم رویا میبافم. ولی اگه معصومیت لطمه خورده باشه، بزرگترین مشکل من تو زندگی رویا بافتن. به محضی که میخوام رویا ببافم یه سنگی میخوره به شیشه ذهنم و به من میگه هی نباف، چرت و پرت اینا همش، دوباره برای خودت دردسر درست میکنی، نباف. این یه باوره. اگه کسی معصوم سالم باشه میتونه بشینه مثل والدیسنی رو صندلی دیزنیلند رو تجسم کنه، نه به وام بانکیش فکر کنه، نه اینکه باید از کجا بیاره فکر کنه، نه اینکه اصلا میشه یا نمیشه فکر کنه، نه اینکه تر استقبال میشه استقبال نمیشه، کسی اینو میپسنده نمیپسنده، میتونه به هیچ کدوم از اینا فکر نکنه. اون معصومیت سالمه. فقط میتونه روی صندلی بشینه و در مورد چیزی که میخواد فکر کنه رویا ببافه، همین. و خیلی از آدما به محضی که میخوان رویا ببافن معطلش نمیکنه، بخش یتیم حملش آغاز میکنه. چجوری حمله رو آغاز میکنه بخش یتیم؟ همون چیزی که شما گفتید، کودکی رو به یاد میاره، کلاهای باد بردن، چه کلاه خودش چه کلاه بقیه. میخواد به ازدواج فکر کنه، سریع طلاق‌های تمام آدمای اطرافش میاد سراغش. میخواد به سرمایه‌گذاری فکر کنه، تمام ورشکستگی آدما میاد سراغش. این معصومیت لطمه خورده است. برای کسی که معصومیتش لطمه میبینه شروع میکنه به زندگی حد اقلی پند دادن. شعارش میشه چی؟ آسته و راسته بیا که گربه شاخت نزنه. بنابراین میره توی زندگی حد اقلی کارمندی کمترین آسیب. حتی اگه بری کارمندی که بخوام بهش مسئولیت واگذار کنن، اونجا هم چیکار میکنه؟ میگه نه، مسئولیت نه، به من فقط شما بگید کجا باید برم از نقطه A تا B و برگردم. جان توی فاز اجتماعی ما هست. میگم قدیم سرطان نبود، قدیم کی اصلا میمرد؟ همه بودن، 7-8 تاشون تا آخرم بودن. اصلا الان نگاه کنی هیچ قدیمی نمرده، همشون هستن. حالا قدیمی هر کدوم میمردن همه بالای 100 سال.
کی 30 سالش بود میمرد. یعنی واقعا یه جوری تحلیل میشه که کل بهشت و قدیم بوده. یه مطلبی تو فیسبوک بود جالب بود، میگفتن که الان 4 تا زمان قدیمی ها دارن، میگن گذشته و حال و آینده و زمان شاه. 4 تا زمان شاه اصلا اینجوری نبود، اصلا اونجوری نبود. ببین یه اتفاقی که این میل روانی ها دوست داره که بهشت اونجا بوده، ما رانده شدیم، ما حالا باید بازگشت کنیم به اون، در صورتی که تو باید سفر کنی برگردی به اون، تو نمیدی دنده عقب کنی برگردی به اون. یعنی ما به معصومیت باز میگردیم ولی با سفر، نه با دنده عقب. یعنی که ما میریم از اینجا تو این حلقه جدا میشیم میریم دوباره به معصومیت برمیگردیم، ولی معصومیت پخته. حالا میدونیم به کی باید اعتماد کرد، به کی نباید اعتماد کرد، به خاطر شعار همونه، با آدما میشه اعتماد کرد، ولی دیگه اینو فهمیدیم منظورمون کدوم آدم هست و اینو فقط میشه با سفر کردن فهمید. پس هر چقدر خامتر چه چیزی رو جذب میکنه؟ خام تا بتونه خیانت جذب میکنه. آدم خام عاشق آدم خائنه. یه آدم خام عاشق کلاهبردار میشه، چون باید کلاشو بردارن تا سفر پختگی بره، باید این خامیه یتیم بشه، نمیتونه یتیم نشه و زندگیش ادامه بده. بنابراین شما یتیمش نکنید، جامعه برش تله میذاره و عاشق آدم خام روی ما میشینه و ما راحت اقوا میشیم، راحت میریم تا تمام زخما رو ببینیم. با اینی که زخم میخوریم، خونالود میشیم، ولی جالبه از تو حالمون خوبه، چون احساس میکنیم به ازای زخمه یه چشم پیدا کردیم. تو یتیم بحث میکنم بهتون، هر زخمی اگه قدرشو بدونی یه چشم میده و کم کم پرچشم میشه، تعداد زیادی چشم پیدا میکنیم که تعداد زیادی اکسری میتونیم ببینیم که قبلا اصلا نمیدیدیم. این رابطه مسئولیتمه. اگه این دوتا خوب رشد کنن ما احساس امنیت میکنیم. چرا؟ چون متوجه میشیم برای داشتن امنیت با چیکار کنیم. ولی یادتون باشه ما تو آمادگی مطلق به سر نمیبریم. ما کم کم میدونیم کدوم محیط باید توش رفت، کدوم محیط نباید توش رفت. آدمی که اینو نمیشناسه میره تو محیط پر استرا، تو حالت آماده باشه مرتب، میگه من حالا امنیتمو دارم، که سرعت داره بیاد. این یتیم شورشی ها، این آسیب خورده اجتماعیه، فرق داره با اون معصوم. اون معصوم میدونه چه شما که من میشه مثالش میذارم، میگم یه آدم معصوم دنبال وعده های ارزون میره و اصلا هم فکر نمیکنه آقا این کار اصلا میشه با این قیمت، به من خودش گفته. ولی یه آدمی که یتیم و معصوم و داره دوتاشو با هم، یه ضرب المثل عالی میفهمه. شنونده باید عاقل باشه.